گاهی یک تصمیم مسیر کل زندگی رو تغییر میده. تا حالا شده به لحظه‌ای در گذشته فکر کنی که اگه انتخاب دیگه ای داشتی شاید الان زندگیت کاملا فرق میکرد؟ اگه اون دانشگاه رو نمیرفتی، اون شغل رو قبول نمیکردی، یا با اون آدم وارد رابطه نمیشدی؟ این کتاب درباره همین لحظه های سرنوشت سازه، درباره عشقی که شعله میکشه ولی همیشه همونطور که میخوای پیش نمیره. یک کتاب، یک نگاه، هزاران تغییر. سلام، من مریم هستم و خوش اومدید به بوکشات، جایی که در چند دقیقه دنیای یک کتاب رو کشف میکنید. کتاب نوری که از دست دادیم، نویسنده جیل سانتوپولو. جیل سانتوپولو نویسنده و ویراستار آمریکاییه که توی نوشتن رمان‌های عاشقانه خیلی مهارت داره. نوری که از دست دادیم معروف ترین کتابشه که تونست حسابی بین طرفدارای عاشقانه های احساسی محبوب بشه. داستانش اونقدر واقعی و پر از احساسه که آدم رو توی دنیای خودش غرق میکنه. خلاصه کتاب: عشق، سرنوشت و انتخابای سخت. داستان درباره لوسی و گیبه، دو نفری که روز 11 سپتامبر 2001 وقتی برج‌های دوقلو فرو ریخت برای اولین بار همدیگه رو دیدن. اون روز نه فقط برای نیویورک بلکه برای این دو نفرم یه نقطه عطف شد. احساسات عمیق، شوق زندگی و اشتیاقی که توی چشم‌های همدیگه می‌دیدن جرقه عشقی رو زد که قرار بود تا همیشه روی زندگیشون تأثیر بذاره. اما زندگی همیشه اونطور که آدم انتظار داره پیش نمیره. گیب یه روح آزاد داره، یه آدم ماجراجو که همیشه دنبال چیزای بزرگتره. وقتی تصمیم میگیره برای کارش به خاورمیانه بره و خبرنگار جنگ بشه، لوسی توی نیویورک میمونه. دو راهی بزرگ، عشق یا رویاها. انتخابی که مسیر زندگی رو تغییر میده. لوسی بعد از جدایی از گیب مسیر خودش رو پیدا میکنه. کارش رو ادامه میده و با یه مرد دیگه به اسم دارن ازدواج میکنه. دارن برخلاف گیب آدمی ثابت و قابل پیش بینیه، کسی که امنیت و آرامش به زندگی لوسی میاره. اما سوال بزرگ همیشه توی ذهنش باقی میمونه. اگه با گیب میموندم زندگیم چطور میشد؟ سالها میگذره ولی گذشته هیچ وقت واقعا نمیگذره. گیب همیشه توی ذهن و قلب لوسی حضور داره، حتی وقتی که خودش کنارش نیست. اوج داستان جاییه که لوسی نامه‌ای برای گیب می‌نویسه. نامه‌ای که توش از همه احساساتش، پشیمونی‌هاش و چیزهایی که هیچ وقت نگفته حرف میزنه. نامه‌ای که مخاطبش فقط یه نفره، عشق اول و همیشگیش. کتاب به ما میگه عشق همیشه سیاه و سفید نیست. گاهی میتونی کسی رو دوست داشته باشی ولی نمیتونی باهاش بمونی. کتاب میگه انتخاب‌های ما آینده ما رو میسازن و بعضی وقتا هر انتخابی بکنیم یه چیزی رو از دست میدیم. گذشته هیچ وقت
واقعا از بین نمیره. آدم هایی که روی ما تاثیر گذاشتن همیشه یه جایی از ذهن و قلبمون باقی میمونن. و امنیت یا هیجان یکی از چالش های همیشگی زندگیه. انتخاب بین ثبات و ماجراجویی توی عشق و کار. و در نهایت درد از دست دادن بخشی از زندگیه. گاهی باید با این واقعیت کنار بیایم که بعضی چیزا رو برای همیشه از دست دادیم. نوری که از دست دادیم یه داستان عمیق و احساسی درباره عشقیه که مثل شعله آتیش گاهی روشنه و گاهی کم نور میشه، ولی هیچ وقت کاملا خاموش نمیشه. کتاب یه سفر احساسی رو نشون میده که هر کسی ممکنه توی زندگیش تجربه کرده باشه. انتخاب بین عشق و آینده، بین امنیت و هیجان، بین موندن و رفتن. این داستان نشون میده که هر انتخابی که توی زندگی میکنیم یه نوری رو توی مسیرمون روشن یا خاموش میکنه. و سوالی که تا مدت‌ها بعد از خوندن کتاب توی ذهنت میمونه اینه که اگه به جای لوسی بودی چی انتخاب میکردی؟ تا قسمت بعد، کتابخوانو رو به رشد باشی.